سلام به شما بینندگان محترم و هموطنان عزیز. امیدوار هستم که همگی صحت و سلامت و خانه آباد باشید. میخوام در مسئله آن که چی به مردم ما، مردمی همی شاه پرست، رئیس پرست، نمیدونم پیشوا و پیشوا پرست هستن صحبت بکنم. واقعا همین یک سوال خیلی مهم است شخصا برای من که چرا تا این حد ما مردمی شخص پرست شدگی هستیم. برای چی ما باید حتما یک شخصی را پرستیش بکنیم که او شخص نه خالق ما باشد نه رازق ما باشد. خب نه خالق ما باشد نه رازق ما باشد، چرا ما او را باید بپرستیم؟ نه رحمان باشد نه رحیم باشد. ولی از مصیبت هایی که بالای ما رحمانوف آورده است و دارد میارد نجات نیافتیم. نوارهای مشاهده می شود که تعریف و توصیف یک کیم کدام شاه به نام کوروش یا که خروش بود چی بود در اینترنت ها پهن می شوند. وقتی کامنتری های او را می خوانی همه قیماندگی که هم اعلانش بکنن که خدای دیگه. من حیران میشم اگر شاه بدن یا پیشوا بدن او قدر کار و مقامی با شرافت باشد، او قدر کار و مقامی مقدس باشد، پس برای چی شما هر یک کدامتون ای شاه پرستون کوشش نمیکنین که شاه بشین؟ برای چی شما فقط یک نفر ده میبینین شاهیگری را؟ برای چی شما نمیخواهین که شما هم مثل آنها شاه باشین؟ من فکر میکنم سبب بدبختی ما مردم تاجیکستان عیناً در این چیز است که ما مردمی هستیم که اینمی شاه پرست، رئیس پرست، نمیدونم از خدا پرستی رو گرداندیم به همین شخص پرستی آوردیم رو. اینمی از سبب که خداوند ما مردم تاجیکستان خار و ذلیل و گمراه گردانده است که در بدر میگردیم، هیچ وقت روزی به نمیبینیم. آیا شما سوال نمیکنین به خودتون که وقتی آن نرسیده است که ما بس بکنیم همین شاه پرستی را، دنبال زندگی آسوده بشیم، دنبال زندگی ارزنده بشیم؟ سلام علیکم ابی. میگه سی ابی؟ hat nicht geantwortet. ببخشین یک دقیقه. Hat nicht geantwortet. Ich rufe. Okay? Okay, ich frage jetzt und ich rufe dich an. Okay, danke ابی. Ciao. خب آیا فکر نمیکنی که وقتی آن رسیده است که ما مردم تاجیکستان از این به بعد دنبال زندگی آسوده، زندگی ارزنده باشیم؟ آیا این خوبتر نیست که به جای یک نفری که 20 سال و 30 سال و 50 سال و 100 سال حکمرانی میکنه، هر 5 سال بعد یک نفر بیایه با فکرهای جدید دولت و حکومت پیش ببره؟ یا اینکه آیا این دولت هایی که هر 4 سال بعد 5 سال بعد رئیس جمهور عوض میکنن، این دولت ها عقیبتر از ما هستند؟ آیا ما هستیم مردم تاجیک که ماشین، نمیدونم تلفن و کامپیوتر دیگر چیزا را اختراع میکنیم؟ آیا ما هستیم مردم تاجیک که با یک
شاه 30 سال 50 سال پرستش کردن به کیهان پرواز کردیم؟ یا اینکه آیا همین شاه پرستی و آیا همین شاه ها نیستن سبب اینقدر عقیب ماندن ذلت ما؟ پس بیاین مردم، بیاین ما و شما از این به بعد فکرهای درست بکنیم و تصمیمهای درست بگیریم. شرمندگی است که حالا از ظلم و ضلالت یک ظالم نجات نیافتیم، تعریف توصیف یک ظالمی دیگر یک کسی دیگر که 50 سال 60 سال دیگر حکومت کرده است تعریف توصیفی او را بکنیم. شما مردم تاجیک باقی مانده انسان نیستین، فقط همون یک نفر در بین شما انسان پیدا می شود که ارزنده همه تعریف توصیف است، سجده و عبادت نیست. در بین شما کسی دیگر به عقل پیدا نمی شود. من به خدا قسم حیران میشم در همین مردم تاجیک. نمیدونم یارا چه خیلی افیونشون زدگیان یا که نارکوتیکشون زدگیان که همه خیلی در یک دنیایی که من تصور نمیکنم و دنیا را در اون دنیا نفس میزنند و سیرگشت میکنن. تا جایی که من خبر دارم انسان آزاد است. حتی خداوند ما انسانها را آزاد آفریدگی است. با وجود آنکه خداوند ما مردم برای عبادت خودش خلق کردگی است، ولی ما را از تولد مجبور به عبادت نکرده است تا دم مرگ. ما از تولد تا دم مرگ صاحب اختیار هستیم. ما خدا را عبادت اختیارا میکنیم. ما آزادانه خدا را عبادت میکنیم. این چی بدبختی است که آزادی را که خداوند برای تو بخشیده است بده دست یده بیاری در پیش پای یک حرامزاده پلید بپرتایی. این چی گمراهی است؟ به خدا قسم جای تأسف است. باید ما و شما افسوس بخوریم. باید ما و شما انگشت حیرت بگزیم که چرا ما در این گونه ذلت قرار گرفتیم. باید ما و شما پیش خود سوال بگذاریم که تا کی همین گونه بدبخت زندگی را بدبختانه ادامه خواهیم داد. شرم نمیدارن، به خدا قسم شرم نمیدارن. با یک بدبختی دیگه ش نگاه میکنی در فیسبوکش ویدیو کرده است، معرکه کرده است به گفت خودش. برای چی؟ برای که رحمانوف باز 7 سال دیگر بالای سرش ظالم باقی خواهد موند. شرم نداشته گفته است که همجا یک مالک خون کردیم برای اون که پیشوای ملت با دوباره در بالای سری ما چهارمغز بشکنه. عیب است. مردم ببینین دیگر مردم دنیا را تا کجا رسیدن. مردم دنیا الکه زمین خلاص کردن و آسمون حرکت کردگیان 70 سال پیش. ما در کجا قرار داریم؟ ما به چی چیز افتخار میکنیم از همین ظالمامون؟ به چی چیزشون؟ به چی کار؟ به چی عملی که انجام دادن که ما افتخار باید بکنیم؟ چگونه ما سرمانه بلند کرده بگیم که ما تاجیکیم؟ شرمندگی نیست؟ ببینین باور که در همین وقتی که شما این همین تلفن های دستاتون فکر نمیکنین که یک 10 بار همین چیز من ذکر کردم، یک تیکه پلاسماس یا یک تیکه شیشه برای ما و شما امکانیت میبخشه که یک نفرمون در یک طرف دنیا، نفر دیگر من در طرف دیگر دنیا با یک دیگر صحبت میکنن، یک دیگر را تماشا میکنن، پیام و پیغامشان میرسانند به یک دیگر. ما و شما
باید فکر بکنیم که این همه چیزا را انسان ها می سازند، نه انسان های تاجیکستان. این همه چیزا را انسان های دیگر، دولت های پیشرفته می سازند. تمام دولت هایی که پیشرفت کردگی هستند، دولت هایی که حتی ابرقدرت هستند، وقتی که تاریخ او دولت ها را نگاه میکنی 100 ساله آخر هیچ کسی برابر امام علی رحمانو در اوج زیاد حکومت کردگی نیست. پس راه حل اینمی است. پس راه خوشبختی و سعادتمندی اینمی است که باید رئیس جمهور، حکومتداران برای پرسی واقعی سر قدرت بیایند. 5 سال که ایستاد از سر قدرت خارج کرده بشود. هنوز ریشه نگرفته، هنوز از خون ما و شما، از مال ما و شما استعمال نکرده باید که از سر قدرت لب تشنه بروند. و وقتی که کیف صفا کرد، معیشت کرد، خودش بقوت کرد، در فکر ما و شما میمونه؟ یا اینکه میخواه که دوباره از سر قدرت بیرون بشوه؟ یا اینکه میگذاره کسی را که فکرهای خودش گپ بزنه که در بین مردم مشهور بشوند؟ دیروز همراه یک برادر در یک ماشین خلاصه یک جا سفر کردیم. برادر کمتر از سیاست دور است. خیلی دیگر وقتی که همراه یک نفری که کم کم در سیاست هست یک نفر میشینه، سوالا پیدا میشوند، سوال میکنه و مثلا جواب میگیره. گفت که برای چی به نظر شما برای چی امیر رحمانوف در دوام 30 سال سواد و فابریکه ساز نکرد که امروز زبان کوتاه است در پیش روسیه؟ هر چیزی که میگه روسیه در حال از از مهاجرای مهنتی میترسونش که از همش دیپورت میکنیم، روان میکنیم. من روسیه کمتر فکر کردم، همین فکر در سرم آمد که یک چند روز قبل در یک نوار مردم بلاروسی را تماشا کردم. هزارها نفر از یک کارخانه، از یک زواد برآمده گرد همایی کردن، اعتراض کردن، برآمده طلبی از قدرت رفتن یک دیکتاتوری دیگه به نام لوکاشنکو را کردن. من گفتم که اگر فکر شخصی من را بخواهی فهمیدن، فکر شخصی من اینمی است که رحمانوف نمیخواه که در یک جا، ولی کجا برسه 10,000 و 20,000 نفر در یک جا توانی دیدن 100 نفر تاجیک نداره. رحمانوف نمیخواه 100 نفر تاجیک در یک جا بشینن. برای این گپ گفتن دکزتی ما در همی است که مسجدها را بسته کرد. در مسجدها بگایی و مسافدا میرفتن، یک چاینک چایش قطیش یا تیکنانش میگرفت میرفت در همون مسجد میشیشتن تا نماز خفتن بود کردن، از نماز عصر سر کرده. به خدا قسم اونمو را پراکنده که رحمانوف. ولی اگر چنده که بعضا عقیده های گوناگون است در اسلام، بعضی ها طرفداری میکنن، میگن امو پنجشنبگی و ششنبگی نمیدونم از بین رفت، بسیار خوب شد. من به مسئله های عقیدوی و دینی کار نمیگیرم، فقط همین چیزش من میگم که با بهانه پنجشنبگی است، با بهانه هر بگه شیشتن از در مسجد، نوبت مسجد میگفتن چی؟ آخه همین خوب نبود که اقلا 100 مسلمان یک جا جمع میشید، اقلا 50 مسلمان یک جا جمع میشید، از درد یک دیگرش با خبر میشیدن. حاضی کار تا جایی رسیده است که یک اکه خونه دودرش یک ماه دیگه بار نمیدرویه. این بدبختی نیست؟ خوب نبود که همون صدقه ها اگر چنده که غلط هم که بدن با گفتی بعضی ها، خوب نبود که با بهانه همون صدقه ها مردم میرفتن جمع میشیدن در یک جا، از احوال یک دیگر با خبر میشیدن.
نه که ببینین رحمانوف چیکار کرد، گرفت همه را پراکنده کرد. مسجد هایی که از اونجا صدای امر معروف می اومد، مردم به یکدیگر برادر می ساخت، گرفت بستشون کرد. برای چی هستی؟ برای اون که توانی دیدن سرجمی تاجیکان را ندارد رحمانوف. به خدا قسم ارزش ندارن، همی ظالما پرستیش ارزش ندارن. ای مردم رو بگردانین به پرستیش خدا. هدفی به دنیا آمدن شما پرستیش خدا است، نه پرستیش رحمانوف، نه پرستیش نمیدانم خروش دیگرش. خداوند شما را از چی کم کرده است که رحمانوف یا که نمیدانم دیگرش از او چه زیادی داره؟ هر یک چیزی که تو داری همون هم همون چیز داره. چرا که تو باید که با فکرهای خوب، با فکرهای فایده ناک سر قدرت نیای رحمانوف باشه در سر قدرت. یک نوار دیگر نو از پایان همین نوار نگاه کنین. جانشین رئیس حزب سوسیال دموکرات یک گپی خیلی مهم میگه. بچه‌ش ابله و گرفتگی هستن، به زوری دزدیدگی بردگی هستن بچه‌ش. میاد پیش همو و این چست میگه که من آماده ام که فرزندی من خدمت حربی بکنه، در حالتی که رستم امامعلی برای خدمت حربی بکنه. واقعا گپی با قوت، گپی جاندار ای گپ. چرا که بچه رحمانوف خدمت حربی نکنه؟ چرا بچه رحمانوف، بچه های رحمانوف حالی کجا بیسته بچه هاش، جوره های بچه هاش از خدمت حربی دست بکشن، فقط در کیف صفا باشن، خلقی کم بغل برای خدمت حربی بکنن. اینه ببینین شما، اینمی یار از شما کمترین جنایت نبینین. وقتی که عدالت نیست برای او انسانی که بی‌عدل است، ناعدل است، برای او انسان 1 ساعت وقت دادن حیف است. حالی کجا برسه با 30 سال. 1 ساعت به خدا قسم حیف است برای او انسان. ما و شما باید که 1 ساعت نگذاریم که همین خیل انسان حرامزاده پلید در سر قدرت باشد. و ما و شما گوسپند نیستیم که آخی که همین نیاز به یک چوپان داشته باشیم. هر یک کدام ما و شما آماده اون باید باشیم که مسئولیت به عهده بگیریم، پیش بریم. چی همتون مردت در بالای همون رحمانوف پرتافتین؟ یک تد پیش بدرو، باید مسئولیت پیش به عهده بگی، حرکت بکن. جایی که زورت آمد بگو که مردم من تا اینمی جا آمدم، اینجا اوست دیگه زورم نمیرسه، یک نفر دیگرت پیش بدرو. این خیلی دولت پیش میره، این خیلی مردم ما مردم شرافتمند میشوند. با اطاعت کردن یک ظالم یا که با یک گوزور کرده ایستادن در سر قدرت، نه دولت پیش میره نه ملت مشهور میشه. خلاصه باید ما و شما طوق غلامی را از گردنهای خود بکنیم، دور بپرتاییم. باید ما و شما شخص پرستی و پیشوا پرستی و شاه پرستی را دور بکنیم. از این به بعد مسئولیت شناس باشیم، از این به بعد آماده به عهده گرفتن این مسئولیت را داشته باشیم. و الا آینده های نزدیک ما و شما از بین خواهیم رفت. این هم خیلی میده این رحمانوف رنگ یک نرکمن شدگی است. اونم نرکمن ها تمامی داراییشونه
سودا میزنن برای اونم دوزش گرفتن. بالاخره وقتی که همه چه زای دستش میروه مال و متاعش، بعد در سودای خانه و درش میغلطه. نگاه کردی که درش کند برد فروخت، همون دوزش گرفت همون روز. پگهش نگاه که تریزش فروخت، پگه دیگه زمینش فروخت. همین خیلی میره به خدا قسم به یک بیابان میغلطه. رحمانوف برای آن که در سر قدرت بمانه هر روز نگاه کنین، هر روز نمیخیل برای کورم باور که همون فهمو است که هر روز قرض کرده سه رحمانوف. برای چی؟ برای که اقتصاد فلج شدگی است، نیست اقتصاد تاجیکستان چی نداره. مجبور است که از سر قدرت، به خاطر اون که از سر قدرت نروه، به خاطر اون که همون دوزش پسته یعنی باشه قطیش، سودا کرده سه هر طرف وطن ما و شما را قرضدار کرده سه که در نتیجه قرضدار شدن ما و شما وطن از دست میدیم، ما و شما بدبخت میشیم، در بدر میشیم. این ای است که ما داد زده قرتقامون میدرونیم، شما را میگیم که مردم راهی درست در کجا است. دنبال عزت و ناموس و شرف و غیرت شدن در کار. از این بهوده‌گردی، از این بدبختی که ما و شما داریم، از این دربدری باید ما و شما رها بیابیم. فرض کردیم 100 سال دیگر خداوند جانش نگرفت، میگردیم ما و شما همین خیلی دربدر در وطنهای مردم، در مردم کوبیده رباط هست گفته میگردیم دیگر. چند سال دیگر شما تصمیم دارین که در بدر بگردین درای مردم کوفته در وطنهای مردم. بخت بیاین بازم بخت بیاین، بازم بخت بیاین. حیف میکنین این وطنه. خطانه که بر وقت حیف کردگی هستین. نخوا که بخدا قسم همی 10 سومه که نام میخائیل میتید از وطنت، از آینده فرزندات نسلت بالاتر باشه. پرتو این همتون بزنین برین تاجیکستان. در تاجیکستان از این همی حرامزاده ها جای کار طلب بکنین. معلوم میشه که یا تا کجا پیشوا هستن یا که پسوا. خلاصه صحبت به آخر میرسونم. در آخر صحبت بازم از شما طلب میکنم، خواهش میکنم، نمیدونم زاره میکنم که ای مردم بخت بیاین، دنبال دیگرگونی باشین، دنبال انقلاب باشین. تا انقلاب ما و شما برپا نکنیم، تا ما و شما یا را از سر قدرت یعنی خیلی کشانده نگیریم، دور نکنیم، یا خچون با پای خچون نمیروند. اگر انتظار مردنش باشین میمره با جا شایبای از ظالمی دیگه میگیره دوام میتیه. یکم خیلی چودشی در ازبکستان یک آدم خوب اومد به سر قدرت. و خیلی شما راستشاتی بدی را بگیرین، او خوبیش در فایده تون است. خوب کشی خوب، بعد چی؟ بعد چی بدبخت میشه میره دیگه. برای همین راستشاتی بدبختی را گرفتن در کار، راستشاتی بدی را گرفتن در کار، غیرت کردن در کار که به بدی و بدبختی نرسیم. واقعی در امان خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.